چی شده؟ اگه اینقدر دلتون میخواست بدونین چرا به جای اینکه جلوی در وایسین با مادرتون نیومدین؟ مادر، ما منتظر تو بودیم، نه خبری از پهلوانی. خوبم خدا رو شکر. دختر رو گرفتیم، خدا خوشبختشون کنه. ایشالله اون خلیل بیشرف به بی احترامی نکرده. اگه میخواستی هوای مادرتو داشته باشی باهاش میومدی. به داداش زنگ زدی؟ این حرفا رو پشت تلفن میزنن. فردا میرم استانبول میشینم باهاش حرف میزنم. مادر جون فردا ختنه سرونه پسر مدیره، اگه نریم بد میشه. وای تو هم که ماشاءالله باشه یه وقت چیزی جا نمونی. میریم اونجا هم میریم. خدا رو شکر بالاخره اومدی خلیل جون. خیلی وقت چشم به راهتم. حوصله ندارم گلبهار. خیره خلیل جون؟ ندارم دیگه به دلیلش چی کار داری؟ از حرف زدن و حرفالی کردن به مردم خسته شدم. تو جلوی من ساکتم باشی من هیچی نمیگم. مثل مسکن میمونی خدا وکیلی. خیلی طولش نده. هر جا که باب میلت انتخاب کن که بتونیم تاریخش هم تعیین کنیم. راستش یه چند جایی مد نظرم هست. با هم بریم ببینی؟ باشه میبینیم. اما فقط یه چیز ازت میخوام. خواهش میکنم به نکاتی این که رنگ رومیزیاش شکلی باشه، دستمالا رو چطوری تا کنیم نکن. یادت باشه ما داریم با شرکت خیلی خوب کار میکنیم. به اونا خبر بده هر چی که میخوای اونو انجام بدن. اگه غیر از این میگفتی تعجب میکردم. مگه تو دنیا مردی هم هست که از عروسی خوشش بیاد؟ عروسی که دوست دارم کافی نیست؟ کافیه. عمر یه مشکل کوچیک داری. چه مشکلی؟ خب مامانم یکم نگرانه آخه همه چی یه دفعه سری داره پیش میره. یعنی گیر داده اول طرح تو انجام بده بعد. امشب حتما با هم شام میریم بیرون. من باهاش حرف میزنم و قانعش میکنم. با این حرفت بارو از دوشم برداشتی. همیشه. بفرمایین اینجا بشینید. دجله و خانم آقا هنوز حاضر نشدن. ماشینم هنوز نیومده. دیشب چی شد؟ نامزد کردن؟ آره نامزد کردن. حالا خودش میاد تعریف میکنه. یه وقت از من ناراحت نشه. تازه اون موقع که میگفت عمر شما میخواد چیکار میخندید. شما بشینین. من یکم کار دارم. چه شانسی دختر. این دجله‌ای که من میبینم از بابای مرحومشم خواسته براش. والا به خدا اون موقعی که این حرفو میزد میخندید. آدم باید از این بترسه. راست میگی پس چی؟ اوه گردن بندشو ببین. خوش اومدین. طلاهایی نشونه. ماشاءالله چقدرم خوشگله. عمر انتخاب کرده برای من. والا به خدا تو استانبول بگیر صدقه سرتو ما شهرم ببینیم. والا داریم فکر میکنیم اینجا باشه یا اونجا. ماشاءالله بگین چشم نخوریم بابا. ماشاءالله ماشاءالله. خانم آقا ماشین اومد. مادر جون زود باش بیا بریم دیگه. همین ختنه سرونمون کم بود. کارای داداشت دیگه. اینطوری نگو مادر جون. یکم حال هوا عوض میشه. چشمت روشن خاله فیدان. دخترت داره عروس میشه.
داداش این جلسه های خارج از کشورم باید اضافه کنیم. مثلا آذریا منتظر خبر ما برای جلسه هستن، باید یه روز تعیین کنیم و بعدش برای کار به دبی یه ابلاغنامه بزنیم. نه داداشم، جون هر کی دوست داری 1-2 ماهی ما را از این مسافرت‌ها خلاص کن. برای چی؟ چرا؟ خب دارم عروسی میکنم. آمادگی قبلش هست، مراسم عروسی، ماه عسل، تازه چند ماه اولش هم هست. عروسی میکنی؟ آره داداش همینجوری یه دفعه گفتی شوکه شدم، خوشگم زد. مگه من تو هم که بخوام یه سال فکر کنم؟ تو با این حرکتت منو سورپرایز کردی. پینار منو میکشه. ای بابا به سلامتی داداشم، بالاخره مامانت به آرزوش میرسه. آره والله، ولی هنوز نمیدونه که میخوام تو 1-2 روز دیگه بهش بگم بیاد استانبول. میخوام سورپرایزش کنم. میخوام بهش بگم یه عروس پیدا کردم با به دل خودت. خیلی خب پس میریم غذا بخوریم مگه نه؟ راستش من به لیلا قول دادم. ای بابا به زن داداش سلام برسون. کجا رو نگاه میکنی؟ این بیشرفه بی همه چیزو نشوندم بالای مجلس، باد انداخته تو قبقبش. وقتی حالشو گرفتم میفهمه. دوره دعوا مرافع تموم شد. صبر مادرم اینا رو به اینجا رسون. ملتم دارن به حرف اون گوش میدن. بی خیال شو قدیر، کوتاه بیا. کجا میری دختر؟ بشین سر جات. بابا میخوام برم پیش مادر قریش. نمیخواد. بگی بشین سر جات. یکم سنگین باش دختر، خودتو دست بالا بگیر. میزنم تا. استغفر الله. محمد قادی رو صدا کن بیاد اینجا. قادی رفتی این گوشه کنار نشستیم. بفرمایین اینجا سر میز ما بزرگه، دیگه دارین فامیل میشین به زودی. واسه چی بیام سر میز تو؟ حرفای تو واسه یه همچین آدمایی ارزش داره. اونجوری هم واسه من دست و بال تو تکون نده. منو نگاه کن خانه کوچیک، قدت 1.90، زبونت 2 متر. ماشاءالله قد زبونت از قد خودت بالا زده. به خاطر مادرم چی؟ که بهت اجازه میدم. چی کارش کنی؟ بزن به چاک. ول کن دیگه. جونتو بخشیدم. به جای اینکه مثل سگ حمله کنی بیا دستمو ببوس. تو چی هستی که من دست تو ببوسم؟ چی هستی؟ اون سگات از من دور شد. خیلی گنده ای ها؟ بلم کن. اگه آشتی نکردن فامیل نمیشن. کی با کی فامیل شده؟ دختر پهلوونیا رو دادن به پسر بزبیله را. آشتی کردن دیگه.
میکشمتون کثافتم، همتون رو میکشم. همه آدمامون رو جمع میکنی جلو در این عوضی ها. هر وقت خلیل اومد بیرون خبرمون کنن، امشب رو نمیبینه. جواب بده دشله، جواب بده دشله، جواب بده دشله، جواب بده دشله. مگه میذارم عروس غریبه ها بشی؟ ها مگه من میذارم بیفتی دست غریبه ها دشله؟ مگه من میذارم بیفتی دست غریبه ها؟ یعنی همه چیتون عجله‌ایه. من نمیفهمم کی دنبالتون کرده. دست با چم کردین به خدا. ساعت چند شد؟ چجوری حاضر شیم آخه؟ حتما باید امشب باشه آخه. ای بابا مامان، هر کاری میکنم به چشت نمیاد. ببین تا گفتم مامانم نگرانه، عمر گفت همین الان میام. خب چی کار کنه؟ اشتباه گفتی مامانم نگرانه. باید میگفتی مادر من اجازه نمیده مدرکمو به باد بدم. خانم جون باشه مامان، حق با توه، اما خواهش میکنم شب قیافه نگیر. وا، برای چی قیافه بگیرم؟ اما از الان گفته باشم من این پسره رو سوال جوابش میکنم. نگی نگفتی؟ باشه مامان، هر چی میخوای بپرسی بپرس، اما بد خلقی چیزی نشه لطفا. خب معلومه که میپرسم. باید بدونم کیه، چی کاره است، خانواده‌اش کیان، استانبولیان یا نه. راستی استانبولیان؟ نمیدونم مامان جونم، نمیدونم. ای بابا واقعا که لیلا خانوم هنوز حتی نمیدونی آدمی که به خاطرش دکتری تو داری میذاری کنار اهل کجاست. چه اهمیتی داره مامان جون؟ من دارم با عمر ازدواج میکنم، اونم دوستم داره. آره دیگه جوونین، عقل نداری. کاش این کارا با گفتن دوستت دارم تموم میشد. چه چیزایی که ندیدم، خونواده، مادیات، فرهنگ، همه اینا مهمن. عشق مهمون 2-3 روز دختر من، بقیهش تفاهمه. فکر کنم تو اون ترانه رو نمیدونی که میگه عشق تفاهم نیست و اینا. مامان جون تا شب صبر کن خواهش میکنم. خودت وقتی عمر رو بشناسی دلتو به دست میاری. خوب گوش کنید. بعد مراسم جلو راشونو میگیری، خلیلو نشونه میگیری. جلیل خبر داره؟ قدیر پسرم، اینجا چه خبر شده؟ تو دخالت نکن مادر، این دفعه جلومو نگیر. اون خلیل بیشرف و تو گنده کردی واسه ما. قدیر جان چی شده؟ دستش بشکن. به یه ذره بشین، اینقدر زود عصبانی نشو. بگیر بشین سر جات، حق نداری جایی بری. داداش قدیر، من خیلی میترسم. داداش تو رو خدا نرو، من میترسم. داداش تو رو خدا. داداش برو دخترم برو. مادر جلومو نگیر، برو کنار، حرفمو زمین ننداز. مگه از روی نشه من رد بشی بذارم از این در بری بیرون؟ من بمیرم، بیا بشین اینجا. یکم کنسرت حرف بزنیم. برو کنار. مادر هرچی میخوام رو حرفت حرف نزنم، اون بیشرف ما رو فیلم میکنه. بس دیگه از جلو رام برین کنار. مگه از روی نشه من رد بشی که بذارم بری بیرون؟ قدیر داری چی کار میکنی؟ خوبه. چطوری کوچولو؟ داداش تو رو خدا یه کاری بکن. داداش قدیر دیوونه شده، داره اتفاقای بدی میفته. داداش خیلی چی شده دیار؟ قدیر چه شده؟ داداش قدیر میخواد خلیلو بکشه. میخواد خلیلو بکشه؟ مامان داداش شلیل به زور جلوشو گرفتن. دیار
خون سرد باش. گریه نکن عزیزم. دست داداش اصلا هست داره تیراندازی میکنه، گیر داده میخواد بکشتش. تلفن ببر بده دست داداش قدیر. من اینجا. نترس عزیزم، چیزی نیست. اسلحه‌شو بگیرین. نیاین جلو. بهتون گفتم نیاین جلو. چه کار داری میکنی قدیر؟ جلیل یه قدم بیای جلو شلیک میکنه. داداش قدیر، داداش عمر میخواد باهات حرف بزنه. داداش تو از هیچی خبر نداری. این خلیل ما رو فیلم کرده. بی شرفو میکشمش. به مادر بگو از سر رام بره کنار. قدیر کیو برای چی داری میکشی پسر؟ سر عقل بیا دنبال در سر نگرد. داری همه رو میترسونی. جمع کن اون اسلحه رو. چی شده؟ خلیل چی کار کرده؟ انقدر دیگه به من دستور ندین. بس دیگه. من رو ببین قدیر، میام اون اسلحه رو تو سرت خورد میکنم. آدم باش، اعصابم خورد نکن. ول کن اون اسلحه رو. آره از دور دستور دادن راحته. فقط من میدونم اینجا داریم چی میکشیم. تا وقتی این مرتی که زنده است آروم نمیگیرم. منو ببین، تا 2 ساعت دیگه اونجا پاتو از اون عمارت بیرون نمیذاری، وگرنه استخوناتو خورد میکنم. آقا تو رو خدا نده. اگه خلیل تله گذاشته باشه چی؟ برای اینکه شما برین از قدیر سوء استفاده کرده باشه چی؟ تو میخوای من نرم تا قدیر تو تله بیفته مهمت؟ قدیر جون، میخوام یه چیزی بهت بگم. چیزی به من نگین بابا، چیزی نگین. دیوونم نکنین وگرنه به خدا میکشمتون. مامان جون چطوره؟ خوشگل شد؟ خوب شد مادر، خوب شد. آی مردم از خستگی. فکر کنم عمره. آره عزیزم، مگه رسیدی؟ نه عزیزم. اما تو راهی مگه نه؟ ببین کلی حاضر شدیم و منتظری. لیلا نمیتونم بیام. نمیتونی بیای؟ چرا چی شده؟ این ساختمون سازیایی که تو باکوه یه مشکل بزرگ در مورد مجوز پیدا کرده. من تو راه فرودگاهم دارم میرم باکو. فهمیدم کار داری. لیلا خیلی معذرت میخوام، هم از تو هم از مادرت. قول میدم فوری حلش کنم و بیام. فردا شب خونه شما. ازت فقط 24 ساعت وقت میخوام. باشه عزیزم، مهم نیست، فردا میای. نه خیلی مهمه. تو برای من از همه چی مهمتری. اگه مجبور نبودم نمیرفتم. میدونم عزیزم، سفرت بی خطر. لیلا دوست دارم. فردا میبینمت. منم همینطور عزیزم، میبینمت. قدیر میدونم چی کارت کنم. مامان عمر ازت عذرخواهی کرد. یه کار فوری براش پیش اومده بود. داره میره باکو اما فوری حلش میکنه و فردا شب میاد. میخواستم یه چیزی بهت بگم اما نمیگم، میترسم ناراحت بشی. مامان جون کار دیگه پیش میاد. ما هم که فرار نکردی. کار؟ آره با گوشای خودت شنیدی دخترم، کار اون تو اولویته. اما تو این همه درس خوندی، دکتر شدی، حالا میگی ترهمو نرم، مدرکمو بسوزونم. مامان جون فرق میکنه. من 2 ساله میخوام برم، عمر میگه فردا شب میاد. باشه خانم جون باشه، من دیگه هیچی نمیگم. باشه.
فقط چپ و راست نگاه نکن. از این عمارت پاتو بیرون نمیذاری. معلومه که میذارم. امروز نشد فردا میذارم، فردا نشد روز بعدش. واسه داداش خیلی راحت از دور دستور بده. بیاد اونم میبینی. کاش فشارتون رو میگرفتیم خانم آقا. نه خوبم من. عمر میخواد بیاد. نه خوب شد. این قضیه خیلی هم بد نشد. میاد بالای سرمون وای میسته، همه چی رو به راه میشه. راه دیگه ای نداره. داداش حالت خوبه؟ رو برایی؟ به تو چه؟ به کارت برس. واسه من شاخ شدی؟ ای بابا این حرفا چیه میزنی داداش؟ شاخ بازی کدومه؟ دارم حالتو میپرسم. عجب آدمی ها. برو بریم بچه‌ها بریم. داش آروم باش بابا، انستون بانستون فرجه. این کار امشب تموم میشه حلیم. داش صبر کن بابا، یه بلایی سر خودت میاری یا نرو. منتظرم باش دجله، نمیذارم عروس کسی بشی. فرید اینجا چه خبری؟ خان یکم اوضاع به هم ریخته. کی به هم ریخت؟ چطوری به هم ریخت؟ چرا من باید آخر از همه خبردار بشم؟ چرا من باید این خبرها رو از دیار بشنوم؟ آقا تو رو خدا از ما نپرس. خانم آقا خودش براتون تعریف میکنه. چیو دارین از من قایم میکنید فرید؟ حرف بزن. دست و پاتو میبوسم آقا، از ما نپرس. بیا بریم امارت. خوش اومدی. خیلی ممنونم. وای به خدا مادر شوهر آیندم خیلی دوستم داره. سر سفره چیده شده رسیدم. آهان عمت زنگ زد، الان میپرسه دیگه. نگرانه. خب چی بهش بگم؟ مامان چرا فوری به عمه خبر دادی؟ از کجا میدونستم دخترم؟ اگه میدونستم که نمیپرسیدم. فقط همینو کم داشتی. لیلا جونم این که ناراحتی نداره، براش کار پیش اومده گفته فردا میام. خیلی تأکید کردم سلیم، میدونه مامانم نگرانه. مثلا میخواست آرومش کنه. همه چی خراب شد. اگه امشب نمیرفت شرکتش که ورشکست نمیشد. حتما میشه دیگه عزیزم، وگرنه برای چی بره؟ شایدم هول شد گفت عروسی کنیم و حلقه خرید. حالا هم پشیمون شده. یعنی فرار کرد رفت؟ چرت و پرت نگو لیلا. زنگ زده عذرخواهی کرده گفته فردا میام. نمیتونم، یه حس بدی دارم. یه چیزی شده. خدایا پسرم اومد. خدا رو شکر که اومدی پسرم. قربونت برم عزیز دلم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر که اومدی عزیزم. الکی اومدی داداش. من اون بیشرف رو میکشم. امروز نشد فردا. بیا اون اسلحه رو بده من. داداش به من گیر نده. میخوای چیکار کنی؟ میخوای برادرتو بکشی؟ وایسا داداش.
کسی کسی رو نمیزنه. با این نمیشه خان شد نه آدم. تو چی شدی؟ خلیل این کار کرده؟ آره خلیل کرده. میخواد دعوای خونبها رو شروع کنه، منو تو رو بکشه، زمینای خونبها رو بگیره. اون وقت ما چی کار کردیم؟ به جای اینکه سر ما رو تا کوچیک له کنیم پر روش کردیم. تو از هیچی خبر نداشتی، حالا که فهمیدی حقو به من میدی. جلیل زود برو به پهلوانی خبر بده من اومدم. بگو میخوام باشون حرف بزنم توافق کنیم. پسرم من برات تعریف میکنم، فقط خواهش میکنم آروم باش. مادر شما دارین چی از من قایم میکنید؟ خلیل چشم به راه، منتظر توه داداش، منتظر بری دستبوسیش. پسرم آخه اینطوری نمیتونیم حرف بزنیم. من میخواستم برات بگم اما وقتی که قدیر قاطی کرد. چی شده مادر؟ خب حرف بزن دیگه. پسرم ما دختر پهلوانی ها دجله رو عروس گرفتیم، رفتیم خواستگاری اما قدیر. یه دقیقه یعنی خواستین دختره رو حوول بیاریم؟ برای تو خواستگاری کردیم، برای تو. ای بابا دماغو رو باش، اومده وسط جمعیت واسه من شاخ و شونه میکشه. بغل دختر قاتل برادرت میخوابه، میخواستی چی بشه؟ اگه این کار نبود به خدا قسم همین امروز همونجا میکشتمش. اما بره دعا کنه. آخ بابا خودت رفتی و مارم سوزاندی. این امارت رو آتیش میزنم، بیاین بیرون. چه خبره اونجا؟ درو باز کنی. تو کجا دختر؟ نه یا این جلو میزنم اتونا. چی شده دختر؟ این کیه؟ من از کجا بدونم؟ دنبال درد سر میگردی این وقت شب؟ من خود درد سرم، میفهمی؟ درد سر تویی آره؟ الان نشونت میدم مرتی که. چی شد عوضی؟ زهره ترک شدی؟ بگیر. ببخشید یکم کلم داغه. گربه رقصونی نکن عوضی، نکن. گیر نده داداش، یه خریتی کردیم، بذار برم بلم کن. تو چی کار داری این وقت شب اینجا؟ حرف بزن. حرف میزنی یا نه؟ اینجا. بیا. این طول استاک به خاطر تو اومده؟ به خاطر تو اومدی یا نه؟ نه داداش، من تقصیری ندارم، به خدا من تقصیری ندارم. قسم میخورم میکشمت. زود باش حرف بزن. نه داداش، میگم داداش، اما به خدا من گناهی ندارم. زود باش بگو دختر، بگو دیگه. چیزه بیناز یه بار تو بازار افتاده بود دنبال بیناز. این دختر راست میگه؟ راست میگه؟ آقا راست میگه، اما به خدا من محلش نذاشتم. بلند شو. این مرتیکه رو بلندش کنی. زود باش. بلم کن. دیگه این منو پیدا نمیشه. منو ببین، اگه یه بار دیگه این ورا ببینمت نفستو میبرم، میفهمی؟ حالا گورتو گم کنه، برو. برو گم شو.
حواستو جمع کن وگرنه خرخرتو میبرم. دیوونه شدی مادر؟ چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ خب چی کار میکردم پسرم؟ وقتی سلیمان خان داشت اینجا جون میداد، قدیر و خلیل به جون هم افتاده بودن. میومدم میگفتم پسر من دختر شما رو نمیخواد. تو کی میخوای آدم بشی قدیر؟ برای چی گوله این آدم رو میخوری؟ چی کار میکردم؟ منتظر میموندم یکیمونو بکشه؟ به من خبر میدادی قدیر، به من! همون موقع که شنیدی خلیل خان شده باید به من خبر میدادی. پسرم اگه تو میومدی اوضاع بیشتر به هم میریخت. همینطوریش هم دنبال بهونه بودن. عروسی در کار نیست. از این به بعدم هیچ کس حق نداره با پهلوانی حرف بزنه. اسلحه‌ت هم میذاری کنار. هر کاری که لازمه میکنم. این مسئله رو حلش میکنم. پسرم این کار راه برگشتی نداره. اگه تو قبول نکنی پریشون میشیم. خون و خون ریزی میشه. اون موقع که داشتی واسه عروسی میگرفتی باید فکرشو میکردی. خواستگاری هم که رفتیم. کدوم مادری پشت سر بچهش همچین کارایی میکنه؟ من هر کاری کردم واسه خوبی شما کردم. شماها میتونین از خودتون مایه بذارین، خودتون آتیش بندازین. منم میتونم. من برای اینکه این حسرت چندین و چند ساله تموم بشه، دشمنی ها تموم بشه، زیر این سقف با آرامش زندگی کنیم قسم خوردم. پسرم من این همه سال از تو هیچ نخواستم. الان فقط یه چیز میخوام. واسه خاطر خوبی همه به قسم من احترام بذار. پشت رسم و رسوم وایسا. خونت رو بساز عزیزم. بالای سر خانوادت وایسا. من داشتم خونم رو میساختم مادر. تو همینو میدونستی. واسه همینم از من قایمش کردی. اینو نگو پسر عزیزم. منظورت چیه؟ یعنی اینکه من میدونم با کی باید عروسی کنم. ببین بیناز، بس کن دیگه، گریه نکن. چیزی نشد که. آره نشد. آبروم رفت. خلیل خان دیگه به چشم بد بهم نگاه میکنه. چیزی نشده نه؟ دختر تو اصلا عقلت کار نمیکنه ها. اگه یه بلایی سر من میومد تو نابود میشدی. تو رو شوهر میدادن به یکی از اون مرتیکه ها بری رد کارت. من پشت تو هم. آره خیلی پشتمی. ببین ما که داریم از این عمارت میریم، تو رو هم با خودمون میبریم. دیگه داداشم با تو چی کار میتونه داشته باشه؟ یکم دندون رو جیگر بذار. منو میبری؟ معلومه که میبرم. من به فکر هر دوتامونم. تو که عقلت به این چیزا نمیرسه. اگه داداشم این جریانو میفهمید میتونستم با عمر عروسی کنم ها؟ به این چیزا فکر نمی کنی که؟ میگم دجله، شماها عروسی کنین با هم میرین استانبول مگه نه؟ اون وقت منو با خودتون میبرین؟ معلومه که میبرم. قراره همش بریم استانبول. حالا اینا رو میگی اومدیم و امشب جون سالم به در بردیم. فردا رو چی کار کنیم؟ من این امین علی رو چی کار کنم؟ واسه اونم یه فکری میکنم. فردا میرم میبینمش. وایسا دختر ببین چی کار میکنم.
لیلا عمر نگرانت شدم. رسیدی؟ همه چی رو به راهه؟ رسیدم عزیزم. نگران نباش. میخواستم به زنگ بزنم اما فکر کردم شاید خواب باشی. وقتی منتظر تو هم چجوری بخوابم؟ خیالت راحت. بگیر بخواب. فردا یا پس فردا برمیگردم. تو که گفتی فردا برمیگردی. پس فردا از کجا اومد؟ هر کاری بتونم میکنم که فردا تمومش کنم. میگم یه موقع شایدم نتونستم. عمر اون کی بود صدات کرد عمر؟ تو هتلم منتظر بودم کارم انجام بشه که تو زنگ زدی. از رسپشن صدام کردم. جدی؟ باشه پس برو به کارات برس. باشه عزیزم. حالا بعدن دوباره با هم حرف میزنیم. هر وقت خواستی به هم زنگ بزن. خودت هم ناراحت نکن. به محض اینکه برگردم دل مادرتو به دست میارم. قصه نخورش کن. باشه عمر، شب بخیر. شب تو هم بخیر. نه خدای خواهش میکنم به هم دروغ نگه عمر. داداش معذرت میخوام از دستم که عصبانی نشدی. نتونستم بهت بگم. انقدر مامان چشمو ترسون که قصه نخور کوچولو. مامان میشه امروز نرم مدرسه؟ آخه داداشم اینجاست. آره داداشت هم اومده تو رو ببره گردش. توبه توبه. بشین صبونتو بخور. اوف مامان با این اعصاب که نمیشه رفت مدرسه. داری کجا میری زیلان؟ صابونه قدیر. ببر تو اونو. هر کاری دلتون میخواد نکنید. میاد اینجا میشینه با مادر و برادرش صبحونه میخوره. عمر هنوز از اتاقش بیرون نیومده؟ صبح زود رفته خانم آقا. جلیل موقع رفته دیدتش. گفته میرم اسب سواری. دلش واسه اینجاها تنگ شده. به خودشم که نمیتونه دروغ بگه. آدم دیگه تا که میخواد دور از خونه و خاکش دووم بیاره نمیتونه. یه زن پیشش بود سلیم. شنیدم عمر رو صدا کرد. گفت رسپشن هتل اما نمیدونم. خیالم راحت نیست. ممنون. نوش جان. عزیزم تو به خاطر شام دیشب ناراحتی همه چیو داری بد تعبیر میکنی. به نظرم بزرگش نکن. خب باشه یعنی نیومد رفت یه زن دیگر رو ببینه. دیگه چی؟ یعنی اینطوری نیست؟ خب معلومه. آره حق با توه. چه میدونم مامانم نگرانه. میدونی که از اون اولم راضی نبود. بعد از دیشبم که سابقش کلن پیش مامانم خراب شد. خب دیگه کاری نمیشه کرد. اونم حق داره. دختر یکی دونش داره به خاطر ازدواج پزشکی رو میذاره کنار. سلی خیلی گیجم. کنار عمر بودن مثل رویا میمونه. فکر کنم میترسم از خواب بیدارشم و تموم شه. عزیز دلم